حاجی سلام علیک، آرکاب بیات هستم. میخوام یه آموزش حرفه‌ای بهتون بدم. اگر منو فالو نکردین تو اینستاگرام فالو کنید، اگر تو یوتیوب دارید ببینید سابسکرایب کنید، بکنید، لایک کنید، کامنت بذارید. خیلی حرفه‌ایه. برو بریم ببینیم، بعدش آموزششو بهتون میدم. برو بریم. صفحتون رو برعکس کنید که بتونید کاملا راحت ببینید ویدیو رو، و اینکه لایک کنید، فراموش نکنید لایکو منم قاطی کردم دیگه. تماشاچی هر جا خواست میگه وایسا، تماشاچی هر جایی که دلش بخواد میگه وایسا، اصلا مهم نیست کجا میگه. تماشاچی مثلا میگه که اینجا وایسا، وای میستم. یه بار دیگه ازش همین سوالا میپرسم، میگه تماشاچی کجا وایسا، میگه اینجا وایسا. یه بار دیگه این سوال ازش میپرسم، میگم تماشاچی عزیز کجا وایسا، میگه اینجا وایسا. یه بار دیگه هم از سوال ازش میپرسم، میگه کجا وایسا، میگه کلشو برو، مثلا یه دانشو بذار بمونه، دو تاشو بذار بمونه، اصلا مهم نیست. 4 تا دسته مونده. خب و خیلی جالب میشه که تک تک این 4 تا دسته بعد اینا همه بر زدن و هر جا گفت وایسا آس در بیاد. حاجی آماده ای بریم برای آموزش؟ لایک کن، کامنت بذار، بعد برو برای آموزش. سر محرم داشته باش، برو بریم. مطمئنم برای تو سوالی که این اتفاق چجوری افتاد بعد این هم بر زدن. این اتفاق اینطوری افتاد. شما لازمه که 1 2 3 و 4 تا کارت آس داشته باشید به همراه یه دسته کارت کاملا معمولی. ببینید 4 تا کارت خیلی آروم میره روی دسته، یعنی 4 تا کارت آس داریم روی دسته اینجا. اول براتون شاید سوال باشه که من وقتی بر زدم چجوری اینا جاشون تکون نخورد. من برهای تقلبی زدم. بر شونه‌ای وقتی میزنم 4 تا کارت روی رو حفظ میکنم یا حتی بیشتر. وقتی زیرش هم بر میزنم ببینید که کارتای زیری بر میخوره، کارتای بالایی سر جاش مونده، یعنی کاملا برای فیکه. همینطور که میدونید 4 تا کارت آس روی کارت ها هستن. خب ببینید ما وقتی کارت ها رو به این صورت میریم واقعا کارت های رندوم میان، ولی ما میخوایم تحمیل کنیم. خیلی خفنه این کار. برو بریم که بگم چجوری تحمیلش کنی. یاد بگیر، تمرین کن، بعد برو برای بقیه اجرا کن. یا همینطوری اجرا نکنی خراب کنی. کارت زیری وقتی میاد تو حالت عادی همینه، ولی ما عادی نیستیم، ما شعبده بازا عادی نیستیم، ما آدمای غیر عادی هستیم. این کارتو با 60 که میخوایم بگیریم، یه کارت دیگه هم که کارت روی هست رو باش میگیریم. یعنی چی؟ یعنی اینطوری ببینید این کارت هم باهاش میگیریم. کارت روی که آس بوده میاد اونجا. من یه بار دیگه بهتون نشون بدم. ببین این کارت با اون کارت جفتشون میان اینجا. کارت آس ته، هر چقدر کارت بیاد روش کارت آس هم ته میمونه، میاد اینجا. دوباره همین کارو میکنیم. از اینجا ببینید شما معلوم نیست کارت آس روه، نکنید کارت آس روه. من یه بار دیگه براتون برم. میدونم که گرفتید ولی میخوام برای مطمئن شدن یه بار دیگه بگم، بعضیا نمیگیرن. ببینید این کارت میاد اینطوری، کارت آس ته میمونه، اینا رو میگیره. هر جا بگی استو اصلا مهم نیست، اینجا میگه دوباره همین کار رو انجام میدیم و میتونه همین رو بذاره که آسش روه، یا میتونه دوباره بره اینو تا تهش هم میتونه بره، بعدش میذاره اینجا و 4 تا کارت بودن میاد. دوستان من، عزیزان من، برادر من، اینو برای بقیه بفرست، بقیه هم یاد بگیرن لطفاً. ممنونتم.